وکیل بابک زنجانی، خیلی پول گرفتید برای وکالت این پرونده؟ بله. من قرارداد وکالتیم با آقای بابک زنجانی 1 میلیارد تومان بود. این چه سالی؟ سال 93. در 9 دی 1392 آقای بابک زنجانی بازداشت میشن. در بازداشت آقای زنجانی شتاب زدگی صورت گرفت که این صرفاً بر اساس معیارهای قضایی نبود. صندوقچه پاندورای بابک زنجانی باید دفن میشد. شاید. موکلت بدهکار است یا نه؟ بله. اما آیا هر بدهکاری مجرم است؟ خیر. و ما آمدیم شخصی رو دستبند زدیم، بردیم انفرادی اوین، پولهایی که در اوج تحریم‌های بانکی و مالی و بین المللی هستیم بهش میگیم چرا بر نمیگردونی؟ حالا ما بارها و بارها دیدیم که طرفی که طلب داره اون طرفو به زندان نمیندازه، میگه این اگه بره تو زندان خیلی خودمونیش. بله. این که پول نمیشه، بذار حداقل بیرون کار کنه، این پول ما رو هم شده خورد خورد بده. در همون روزها که با آقای بابک زنجانی صحبت میکردید خودشون مدعی بودن که اگر بیرون بودن این پول رو میتونستن برگردونن؟ حتما و قطعا.